درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما سلسله کتاب کسینوفون تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 85. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. اگیسیلای باب 8. او به کسی که نامه را آورده بود فرمود به شاهش برساند که به او از طریق شخصی نباید مراجعت کند و در عین زمان علاوه کرد: اگر شاه فارس در عمل اثبات کند که دوستی سپارتا است و نسبت به همه اعلاده مناسبت خیر و نیک نشان می دهد، آنگاه من دوستی صادقی او خواهم شد. اما اگر شاه فتنه برپا سازد، بداند که من هرگز دوستش نخواهم شد، هرچندی که از او نامه زیاد هم بگیرم. بخصوص اگیسیلای را برای آن ستایش می کنم که او نسبت به مهمان نوازی شاه فارس بی اعتنایی کرد تا به این وسیله سزاوار توجه الینی ها گردد. برایم این چنین آن چیز پسند است که اون نه گنج و ثروت و نه قدرت را برای تابعان زیاد، بلکه کسب فضیلت‌های شخصی و حاکمیت را بر مردمی شجاع مایه افتخارش می‌دانست. من این چنین دوراندیشی او را خیلی قدر می‌کنم و این دوراندیشی در آن افاده می‌یابد که اگر هرچی بیشتر شماره حاکمان فارس بر ضد شاه فارس قیام کنند، برای ایلاد کاری خیر می‌دانست. نه تحفه های شاه فارس، نه قدرت نظامی او و نه پیشنهاد مهمانداری به اگیسیلای تأثیر رساندن نتوانستند و او همه کارها را به اجرا می رساند تا که از ملامت بی‌وفایی حاکمان محلی که از پارس ها جدا شدنی بودند در کنار باقی بماند. آیا کسی هست که از خاکساری او در حیرت نمی ماند؟ مثلا شاه فارس کوشش به خرج می داد که در خزینه خود تمام طلا، همه نقره، تمام اشیای گرانبهایی را که آدمان در اختیارشان داشتند جمع آورد و باوری داشت که اگر صاحب پول زیاد باشد به وسیله آن همه را مطیع کرده می تواند. اگیسیلای برعکس خانه اش را تماما دیگر خیل مرتب ساخته به چیز مانند آنها نیاز نداشت. اگر کسی به این باور نکند، بگذار خودش ببیند که منزلش چگونه خاکسارانه است
و به دروازه هایش نگاه کند. وقتی به آنها نگرد فکری به خاطرش خواهد آمد که آنها همان دروازه هایند که ارسطادیم از نسل گراکل هنگامی برگشتن به زادگاهش گذاشته است. بگذار خواهشمندان درون خانه را نیز از نظر گذرانند، به خاطر بیارند که اگیسیلای هنگام ضیافت ها چگونه رفتار میکرد. بگذار آنها قصه ها را درباره آن بشنوند که چطور دخترش در کناتری عادی به امیکل رفته بود. او خراجات خود را با درآمدهایش چنان برابر میکرد که برایش لازم نمی شد که با راه غیر شرعی پولی علاوگی به دست آورد. ساختن چنین قلعه‌ای که برای دشمنان دست نارس است کاری نجیب دانسته می شود، اما از آن زیباتر به گمان من نفسی خود را از تأثیر فاسد کننده پول، لذت و ترس دور و دست نارس کردن است. اگیسیلای باب 9. حالا من برایتان درباره آن قصه می کنم که خصلت و رفتار خاکسارانه او از متکبری شاه فارس چی تفاوت داشت. شاه فارس کوشش به خرج می داد که آبروی خود را از طریق در بین عامه کم برآمدنش بلند بردارد. اگیسیلای برعکس از آن شاد می شد که او را آدمان احاطه می کنند و باوری داشت که تنها نقصان را مخفی نگاه می دارند. و باوری داشت که نور به طرز زیبای زندگی شعله مخصوص می بخشد. شاه فارس دست نارس بودن شخصیت خود را نشانه بزرگی می دانست، اما اگیسیلای از هر کسی که می خواست به دیدارش بیاید خرسند می شد. شاه فارس با سستکاری مخصوصش در کارهای حاکمیت داریش برای خود شهرت پیدا می کرد، اما اگیسیلای مخصوصا از آن خرسندی داشت که اگر درخواستهای آدمان را زود قانع کرده آنها را جواب دهد. شایان توجه است که لذتهای اگیسیلای تا چه اندازه ساده تر و دسترستر بودند. برای شاه فارس آدمان او به تمام سرزمین ها سفر کرده شراب های بهترین را می جستند. 10,000 نفر کار می کنند تا برای او طعام های با لذت ترین تیار کنند. گفتن دشوار است که اگر او اقلاً به خواب رود به چه کارها مشغول می شده باشند. برعکس هر گونه نوشاکی را که برایش دسترس می گردید و هر نوع خوراکی را که تصادفاً به او می آوردند گواراتر می گردند. هر گونه بستر برایش به قدری کافی براحت بود که اگر او آرامانه خواب کند. همه این به او نه تنها حلاوت می بخشید بلکه درک آن که همه این چیزها در اختیار او می باشند لذت خاصه می آورد. در برابر این اگیسیلای امکان مشاهده آن چیز را پیدا کرد که برای شاه بربرها برای از طبع ناخوش نجات دادن او چگونه از تمام گوشه و کنار زمین نوشاکی ها و طعام های تراوت بخش می آوردند. چیز دیگری که به اگیسیلای لذت می بخشید قابلیت مطابق شدن به فصلهای گوناگون سال بود. در برابر این او می دید که شاه بربرها چگونه به علت ضعف روانی هم از گرمی و هم از سرما
میترسد. او نه زندگی شایسته مردانی شجاع بلکه حیوانات بدبخت ترین را از سر میگذراند. شتاور آن چیز را خصوصیت زیبا و واقعاً با شکوه طرز حیات گذرانی او نامیدن ممکن نیست که اگیسیلای خانه خود را با اشیای گوناگون آرا داده موافق با شغل شایسته مردان دلیر مرتب ساخته بود. او توده سگ‌های شکاری را در نزدش نگاه می داشت. اسب‌های ذاتی برای خدمت حربی موافق را پرورش می کرد. و خواهرش کینیسکا را وادار ساخته بود که برای اسب دوانی ها اسب‌ها را پرورش کند. فایتون کینیسکا در پایگاه ها غالب می برآمد و اگیسیلای به شرافت این به همه آشکارا نشان داد که پرورش این گونه اسب‌ها تنها از ثروتمندی شهادت می دهد، نه از شجاعت مردانه. مگر از نجیب بودن خصلتش آن اندیشه او گواهی نمی دهد که طبق آن پیروزی در پایگاه فایتون سواران شهرت او را ذره زیاد نمی کند. برعکس اگر او به حسن مناسبتش نسبت به دولت شماره زیادی دوستان حقیقی خیش صاحب شود، اگر او اولین خیرخواهی وطن رفیقانش گردد و دشمنان وطن را تار و مار گرداند، محض در همان وقت در مسابقه های گوناگونی زیبای و با شکوه پیروز گردیده، هم در زندگی و هم بعد از مرگ شهرتی از همه بیشتر و آوازدار را کسب خواهد کرد. اگیسیلای باب 9. برای همین صفتها اگیسیلای را ستایش می کنم. درباره او مانند شخص سخن راندن ممکن نیست که گنجینه یافته باشد و گویند با وجود آن که ثروتمندتر گردید اما از آن به شخصی خواجگیدار تبدیل نیافت، یا درباره شخصی استراتژی که لشکری دشمن را تارمار کرده ولی قربانی کسلی عمومی گردید، گرچنده که بخت با این شخصی استراتژ همراه بود، اما این صفت او را در هنر رهبری قوه‌های حربی تجربه ناکتر نگرداند. برعکس تنها کسی را انسانی شجاع و کامل نامیدن ممکن است که او در جایی که باید زحمت کشید خسته و مانده نشود، در جایی که جسارت لازم است دلیرترین و در جایی که نصیحت لازم است داناترین باشد. اگر رشته و خط کشک را همچون اختراع عجیب انسانی اعتراف نمایند که با یاری آنها اثرهای مکمل معماری به وجود می آورند، پس به اندیشه من فضیلت‌های اگیسیلای برای همه آنهایی که می خواهند مردانی شجاع باشند به همان اندازه باید نمونه خوب باشند. حقیقتاً آیا ممکن است که با تقلید شخصی پرهیزگار ستمگار شدن، با تقلید به شخصی عادل بی عدالت، با تقلید به خاکسار خودسر، با تقلید به شخصی معتدل طبع بی پروا شد؟ اگیسیلای از قدرت شاهانه که به او حقوق فرمانفرمایی آدمان را داده است و مثل قدرت بر وجود خیش نه آنقدر
افتخار می کرد و شهرتش را بیشتر نه در آن که هموطنان خود را به جنگ ضد دشمن می برد، بلکه در راهنمون ساختن آنها در راهی فضیلت می دید. بگذار هیچ کس این سخن را به دلیل آنکه اگیسیلی را در اینجا پس از مرگ است ستایش می کنند ناله و نبحه نشمرد. محض برای همین هم این نطق بیشتر مضمون سخنی شایسته تحسین کننده را دارد. پیش از همه می خواستم اعتراض کنم که من در اینجا درباره اگیسیلی تنها هر آن چیزی را که درباره خودش در ایام حیاتش شنیده بودم می گویم. عموماً آیا برای ناله و نبحه جنازه بیگانه تر از زندگی پر از شهرت و مرگ زیبا چیزی بوده می تواند؟ و آیا از پیروزی های با شکوه و کارنمایی های شایسته تحسین چیزی بیشتر سزاوار تعریف جای دارد؟ او را به معنای تامش خوشبخت نامیدن ممکن است، وی که از خردی عاشق شهرت بود و در بین همزمانان خود از همه بیشتر مشهورتر بود. وی طبیعتاً شهرت پرست بود و عمر خود را از زمانی به تخت شاهی نشستنش بدون مغلوب شوی پسی سر کرده است. با بلوغ سن و سالی که تا به آن آدمان معمولاً عمر به سر نمی برند رسیده، او نه نسبت به شخصانی که آنها را راهبری می کرد و نه نسبت به آنهایی که بر ضد آنها می جنگید یگان عملی ناسزای صادر نکرده است. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی ها تصویر می کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. شما گفتاری 85 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافون تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار کریم جان حمیدزاده.